إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. شما را خوش آمدید میگوییم به برنامه نوی قصه پیامبران. در این برنامه درباره نبی نوی سخن میگوییم. همگی برنامه گذشته را به یاد داریم. وقتی که نبی خدا داوود علیه السلام صاحب مملکتی بزرگ وفات کرد، مردم بنی اسرائیل در جنازه بزرگی او اشتراک کردند. همگی میدانیم که سلیمان علیه السلام را بنی اسرائیل به خوبی میشناختند. بین آنها با رفتار خوب، با دانش، با ایمانش معروف بود. مثل پدرش، او پدرش را دوست می داشت و پدرش او را نیز دوست می داشت. وقتی که حکمرانی را بر دست گرفت، سلیمان بنی اسرائیل را اداره می کرد. خداوند به او سخن پرندگان و وحشی ها، حتی صدای مور را نیز می شنوانید. به سلیمان علیه السلام حشرات ها، حیوان ها، پرندگان، آوازی همه این را سلیمان علیه السلام می شنوید. مردم را همگی جمع کرد. در آن روز میخواست آنها را آگاه کند به اینکه حکومت را بر دوش گرفته است. پادشاهی به او واگذار کرده شده است. در یکی از روزها مردم و تمام وحوش و پرندگان را جمع کرده به آنها گفت: یا ایها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان. همه چیز برای سلیمان علیه السلام جمع کرده شد. آدمان و جنها، وحشی ها و پرندگان، همه چیز را برای سلیمان علیه السلام جمع کردند. چه مملکتی بزرگی بود. بزرگترین پادشاه در طول تاریخ سلیمان علیه السلام است. حتی که جنها و انسانها، پرندگان برای او فرمانبردار بودند. هر لشکری مکان خود را میدانست. لشکری از انسان، لشکری از جنها، لشکری از وحوش، همه آنها را پرندگان سایبانی میکردند. چه عظمت و بزرگی بود این و چه خوش مملکتی بود آن ملک سلیمان علیه السلام بود. ملک سلیمان علیه السلام. وحشر لسليمان جنوده من الإنس من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. سلیمان علیه السلام احیانا سلیمان علیه السلام وقتا که راه میگشت، گاه صدای مور را میشنید. در روزی از روزها زمین خشک شد. آنها به قحطی گرفتار شدند. سلیمان علیه السلام خواست برایت تا باران را طلب کند، یعنی استسقا. او در راه موری را دید که از خانه که خود بیرون شد. آن مور به پشت خوابیده بود و رو سوی آسمان کرده خداوند را دعا میکرد تا به آنها باران عطا کند. سلیمان علیه السلام به دوستان خود گفت: به خانه هایتان بازگردید. گفتند: چرا ای نبی خدا؟ گفت: به خانه هایتان بازگردید. گفتند: چرا؟ گفت: شما را دعای این مور بسنده است. خداوند دعای او را قبول میکند و به شما از آسمان باران میدهد. در یکی از روزها سلیمان علیه السلام با لشکری خود به صحرا برآمد. او در صحرا میگشت، در جنگل ها میگشت، تمام ملکش را میگشت. در یکی از روزها به وادی رسید که آن وادی از مرها بود و لشکرش نمیدانستند که در راه آنها وادی از مرها است. سلیمان علیه السلام صدای موری را شنید که قومش را بر حذر می داشت. حتی اذا اتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. آن مور قومش را بیم میداد. يا قوم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. کی این مور را از سلیمان آگاه کنانی؟ کی نام او را به این مور یاد داد؟ چگونه دانست که این لشکر لشکری سلیمان است؟ همه اهل زمین می دانستند که سلیمان علیه السلام کیست. وقتی که سخن آن مور به سلیمان علیه السلام رسید، خنده کرد، تبسم کرد و خندید از سخن آن مور.
این چه خوش نعمتی است که خداوند به سلیمان علیه السلام داده بود. فتبسم ضاحكا من قولها لیکن او زود این فضل را از سوی خداوند دانست. وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. خداوند ذوالجلال را دعا کرد تا در شکر گفتن همه این نعمت ها با او کمک کند و سلیمان از آنجا گذشت علیه السلام. قصص نور قصص نور قصص. في كل يوم هر روز سلیمان علیه السلام از حال پرندگان، وحشی ها، انسان ها، جین ها پرسجو میکرد. همه لشکر را پرسجو میکرد، زیرا او صاحب بزرگترین مملکت در زمان خود بود. او دنیا را اداره میکرد، از این سبب هر روزه از لشکری خود پرسجو میکرد. نه همه لشکر را، بلکه همان شخصان اساسی را. او روزی از حال پرنده پرسان شد. او در جایش نبود. چی پرنده بود؟ آن هدهد بود. سلیمان علیه السلام از حال او پرسان شد، اما کسی نمیدانست کجا رفته است، چرا موقع خود را ترک کرده است. سلیمان علیه السلام مردی مسئولیت شناسی بود. او در خانه نمی نشست تا دیگران لشکری او را تفتیش کنند، بلکه خودش این کار را انجام میداد. وتفقد الطير. در غضب شد وقتی که هدهد را در جایش ندید. فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. اگر این هدهد را بینم و او اگر به عذر چنین کرده باشد، او را عذابی سخت میدهم، یا اگر او خائن براید به یک لشکر دیگر رفته باشد، به لشکری از لشکرهای دشمن پیوست شده باشد، او را میکشم. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. یا با عذر برای این کارش بیاید. أو ليأتيني بسلطان مبين. این راه جهاد در راه خداوند است. این یک حمایت از دولت است که خداوند ذوالجلال را عبادت میکنند و یکی از امتهایی است که خداوند ذوالجلال را عبادت میکنند. این کاری شوخی نیست، این کاری بازیچه نیست. اگر نفری از لشکری ها کاری خلاف انجام داد، یا عذاب داده شود، یا اینکه کشته شود، یا عذر خود را بگوید. سلیمان علیه السلام لحظه ایستاده بود که این پرنده بازگشت. آن هدهد به نزد سلیمان علیه السلام بازگشت. گفت چی سبب شد که تو دیر کردی؟ چی سبب شد که تو دائما دیر می آیی؟ گفت ای نبی خدا، ای سلیمان، سراسیمه نشو، من با خبری بزرگی به نزد تو آمدم، با یک خبری راست. چیست آن خبرت؟ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ. فلسطین جای سلیمان علیه السلام بود. این پرنده باشد از سبا، از یمن آمده است. اندازه این مسافه را تصور کنید، بین فلسطین و یمن. این پرنده با سرعت نزد سلیمان علیه السلام آمد تا خبری را بر او رساند. چی چیز سبب تأخیری تو شد؟ قال وجئتك من سبأ بنبأ یقین. خبری درست و یقینی برایت آوردم. چیست این خبر؟ انی وجدت امرأة تملكهم. آنجا زنی است که به مردم حکمرانی میکند. ولها عرش عظیم. این زن کیست؟ او بلقیس است، زنی که مردم را حکومت میکند و او یک قصر بزرگی دارد و او یک تخت بزرگی دارد. همه مردم از امر او پیروی میکنند. چی عجایبی دارد این؟ گوش کنه ای نبی خدا. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. الله اکبر. پرنده این را این کار میکنند. چگونه یک گروه از مردمان که خداوند با آنها عقل داده است و ملک بزرگی داده است، با این وجود آنها غیر خدا را میپرستند.
هر چیز غیر خدا را عبادت می کنند. آفتاب را می پرستند. هدهد این کاری آنها را نپسندید. گفت آیا آنها به خدا سجده نمی کنند؟ این هدهد به پرستش غیر خدا راضی نمی شود. می گوید آیا خدا را سجده نمی کنند؟ به سوی آنکه چیزی پوشیده را در آسمان ها و زمین بیرون می آورد و آنچه را که پنهان می دارید و آشکار می کنید می داند. سلیمان علیه السلام از این خبر آگاه کنانیده شد. سلیمان علیه السلام خواست به این خبری هدهد یقین پیدا کند. آیا او در این سخنش راست میگوید یا دروغ؟ زیرا اینکه نبی خدا سلیمان علیه السلام هر سخنی را از هر کسی بدلیل باور نمیکرد. گفت من به تو مکتوبی می نویسم و نزد آن ملکه که بلقیس نام دارد می روی و این نامه را نزد او می پرتایی. سپس می بینی که این زن چیکار می کند. آن هدهد نامه را برداشته رفت و به نزد بلقیس رسید. آن را انداخت و نگاه کرد تا اینکه بلقیس چیکار می کند. بلقیس این نامه را گرفت و در تعجب شد که این نامه از کجا در اینجا آمده است. از کجا این نامه در اینجا افتاده است؟ آن نامه را گشاد که در آن نوشته شده بود: مكتوب فيها إنه من سليمان. فرستاننده این نامه سلیمان است، نبی خدا. و انه بسم الله الرحمن الرحیم الا تعلوا علی واتونی مسلمین. یعنی برای خدا تسلیم شوید، نکند که تکبری کنید بر دین خدا و بر عبادت خداوند ذوالجلال. بلقیس تمام مردان دربارش را در قصرش جمع کرده گفت چیکار کنم؟ وزیران، نزدیکانی دربارش، لشکریانش را همه را جمع کرد. از آنها پرسید چیکار کنم؟ آنها باشند بلقیس را به جنگ تشویق می‌کردند. گفتند نحن اولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. لیکن بلقیس از آنها عاقل‌تر بود، از آن مردها دیده با عقل‌تر بود. بلقیس گفت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. خداوند سخن بلقیس را تایید کرده میگوید وكذلك يفعلون. این طور باشد چیکار میکنیم ای بلقیس؟ اگر سلیمان با لشکریانش بیاید چیکار میکنیم؟ گفت برای او هدیه میفرستم. این هدیه یک کاروانی کلانی پر از طلا و نقره، جواهرات و تمام آنچه که انسان را خوش آید در آن دیده خواهد شد. این همه را گرفته به نزد سلیمان علیه السلام میفرستم. اگر او نبی باشد چنانه که گمان دارد، چنانه که ادعا دارد، او این مالها را قبول نمی کند و اگر از اهل دنیا باشد این مالها را می گیرد. در حقیقت بلقیس کاری میخواستگیش را کرد. یک کاروانی بزرگی را که پر از طلا و نقره بود فرستاد. به سوی کی؟ به سوی نبی خدا سلیمان علیه السلام. وقتا که آن فرستاده به آن کاروان رسید، سلیمان علیه السلام گفت این چی کاروان است؟ گفت این هدیه است ای سلیمان. گفت از جانب کیست این هدیه ها؟ گفت این هدیه ها از بلقیس است، از ملکه سبا، برای توست ای سلیمان. سلیمان علیه السلام دانست که این رشوه است. میخواهی تو نبی خدا را رشوه بدهی؟ و آیا سلیمان رشوه میگیرد؟ و آیا سلیمان به چیزهای این دنیا احتیاج دارد؟ در حالی که غضب میکرد گفت اتمدوننی بمال. آیا تو برای من مال میدهی؟ به سلیمانی که صاحب ملک بزرگ است؟ قال اتمدوننی بمال فما آتانی الله خیر مما آتاکم بل انتم بهدیتکم تفرحون. سپس سلیمان علیه السلام به آن فرستاده گفت به سوی او برگرد، با تمام این اموالت به نزد بلقیس بازگرد. سپس همه را جمع کرد، لشکرش را جمع کرد، خاصانی دربارش را جمع کرد. سلیمان علیه السلام در حالی که غضب میکرد همه درباریانش را جمع کرد تا با آنها مشورت کند. با وجود اینکه اون نبی خدا بود با آنها مشورت میکرد.
با آنها گفت کی میتواند او را با تختش نزد من بیارد؟ با تمام تخت و ملکش میخواهم همین حالا در پیش من باشد. با آن تختش که این هدهد برای من وصف کرده گفته بود که او تختی بزرگی دارد. من آن تختی بزرگی او را میخواهم. آن زن گمان کرده است که به من رشوه میدهد و من از دعوتم در راه خدا باز میایستم. او خود را کی گمان کرده است؟ از شما میخواهم عرش او را نزد من بیارید پیش از اینکه تسلیم شوند، زیرا به زودی تسلیم میشوند و عبادت خدا را میکنند. لیکن آنها خود بیایند. یکی از شما باید تختی او را به من بیارید. کی این کار را میتواند؟ یکی از قوی ترین جنها به سلیمان علیه السلام گفت خداوند انسانها و جنها را تحت فرمان سلیمان علیه السلام قرار داده بود. آن جن گفت آیا قصد او را میخواهی؟ من پیش از اینکه نیمی روز برسد تخت او را نزدت میآورم. زیرا سلیمان علیه السلام از اول روز به تخت می نشست و از جایش نمیخیست تا اینکه نصف روز برسد. گفت پیش از اینکه نصف روز برسد تخت او را در پیش خود میبینی. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامك وإني عليه لقوي امین. بزرگترین صفتی که کارگر باید داشته باشد دو تاست. یکی قوت، دیگری امانت. گفت من با قوت هستم ای نبی خدا، من امین هستم ای نبی خدا. تمام تختش را به نزدت میآورم پیش از آن که تو از جایت بخیزی. سلیمان علیه السلام به این کار راضی نشد. از وقتی بامداد تا نصف روز وقتی درازی است. میخواهم از این کمتر باشد. نزد او یکی صاحب علم بود. خدا داناست که او انسان بود یا از جنها بود، لیکن خداوند با او علم داده بود. گفت ای سلیمان اگر تخت بلقیس را میخواهی، مادامی که چشمت را نپوشیده ای یا اینکه نگاهت به مسافه‌ای که آنجا را دیده میتوانی برود و بازگردد، پیش از این مدت تو تخت او را در پیش چشمانت میبینی. سلیمان علیه السلام گفت این کار را بکن، یعنی تختی او را به نزد من بیار پیش از آن که میجه بزنم. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. اینجا سلیمان علیه السلام چشمش را پوشید. وقتا که آنها را کشاد، آن تخت بزرگ بلقیس را در پیشش دید. وقتا که تخت را نزدش دید، سلیمان علیه السلام چی گفت؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. این یک فضل از جانب خداوند است و امتحان است برای من. آیا خدا را به این نعمتها شکر میگویم؟ چی نعمتی بزرگی، چی ملکی بزرگی خداوند برای سلیمان علیه السلام داده بود. این چی عزتی بود. چشمانش را میپوشید وقتا که میکشاد، آن تخت بزرگ بلقیس را نزدش میدید. در فلسطین. و بلقیس در کجا بود؟ در یمن. اکنون مسافه بین این دو را تصور کنید. با مجرد چشم پوشیدن تخت در پیشش قرار میگیرید. سپس به لشکریانش گفت و کسانی که او را خدمت میکردند گفت قصر او را زیر و رو کنید. طرف چپش را به سوی راست بیارید یا برعکس. آیا بعد از این تخت خود را میشناسد یا نه؟ وقتی که بلقیس به نزد سلیمان علیه السلام رسید، سلیمان علیه السلام از او پرسید آیا این تخت تو است؟ آیا تخت تو چنین بود؟ او بسیار زیرک و دانا بود. نه تصدیق کرد و نه انکار کرد، بلکه گفت او مثل تخت من است. نه اثبات کرد و نه انکار، زیرا صاحب عقل و با حکمت بود. پیش از این به او علم داده شده بود، یعنی به حق بودن سلیمان. چی چیز بلقیس را از عبادت خداوند باز داشته بود؟ زیرا او از قوم کافران بود. این یگانه سببی بود که بلقیس را از عبادت خداوند باز داشته بود. قومش، پرستش قومش او را گمراه کرده بود، وگرنه عقلش او را به سوی خداوند راهنمایی میکرد. قصص نور قصص قصص نور قصص. سلیمان علیه السلام با او گفت بعد از اینکه تختش را دید، بعد از اینکه قصرش را دید، گفت به قصر من درآ.
بلقیس به قصر سلیمان علیه السلام در آمد. این چه قصری بود؟ این چه منظره بود؟ وقتا که وارد قصر شد دید که دریای جاری است. دریای در داخل این قصر. این چه عظمت و بزرگی بود؟ خداوند چه چیزهایی را زیر فرمان سلیمان علیه السلام در آورده بود تا آنها این قصر بزرگ را ساختند. دریای در داخل قصر جاری است. بلقیس داخل قصر شد. در تنش لباسهای دراز بود. دریا را دید که جاری است. در هیجان شد. لباسش را بالا کرد. ساق پایش نمایان شد در حالی که داخل دریا می شد. سلیمان علیه السلام تبسم کرده به او گفت: ای بلقیس، ساق پایت را نکشا. این دریا که در داخل قصر جاری است آن پوشیده شده است. گفت: با چه چیز پوشیده شده است؟ با شیشه پوشیده شده است که آن را تو نمیبینی ای بلقیس. با شیشه پوشیده شده است ای بلقیس. به بالای آن راه برو. قیل لها ادخل الصرح قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. لباسش را بالا کرد تا به دریا داخل شود. قال إنه صرح ممرد من قوارير. بلقیس در تعجب بود. گمان میکرد که تخت او بزرگترین تخت هاست و قصر او بزرگترین قصر است. وقتا که سلیمان و قصر سلیمان را دید دانست که قصرش هیچ بوده است. رفته و همراه سلیمان علیه السلام نشست. دین خدا را به او تعلیم میداد. یکتاپرستی را به او یاد میداد. میگفت عبادت غیر خدا جایز نیست. نبی دین خدا را به بلقیس تعلیم میداد و او دانست که بر نفس خود ظلم کرده است. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. بلقیس به خدا ایمان آورد. قومش نیز به خداوند ذوالجلال ایمان آوردند. سلیمان علیه السلام همیشه در راه خداوند دعوت میکرد. جهاد میکرد. در یکی از روزها اسبانی را برای او پیشکش کردند. اسبانی تیزده و چقانه که با آنها در راه خداوند می جنگیدند. وقتی عصر بود با او اسبانی تیزده و پیشکش کرده شد. چگونه گذشتن وقت را حس نکرد تا اینکه آفتاب فرو نشست و فراموش کرد که تا نماز برای خداوند ذوالجلال بگذارد. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. پشیمان شد و از خداوند طلب مغفرت کرد. قال رب إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. من اسبان و دویدن آنها را از یاد خدا بالاتر دانستم. حتى توارت بالحجاب. تا اینکه آفتاب فرو نشست و وقتی نماز رفت سلیمان علیه السلام لشکرش را ندا کرده گفت تمام آن اسبها را گرد آورید و با آنها به خداوند نزدیک شد و تمام آنها را ذبح کرد و گوشتهای آنها را به فقیران و مسکینان بخشید. ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والأعناق. همه آنها را برای کی کشت؟ برای خداوند ذوالجلال. تمام اسبها را ذبح کرد. سلیمان علیه السلام چرا این کار را کرد؟ یک نماز از او قضا شد. چیزی که مرا از ذکر خدا باز می دارد با من ماندنش لایق نیست. هر چیزی که مرا از یاد خدا دور می کند با من بودن نمی تواند. لیکن این اسبها هستند که با آنها سفر می کنی ای سلیمان. اسبهایی هستند که آنها را در جنگ استفاده می کنی ای سلیمان. سلیمان علیه السلام چی کار می کند؟ بعد از این با چی سفر می کند؟ سلیمان علیه السلام چی خیل مملکتش را تفتیش می کند بعد از اینکه اسبها را ذبح کرد؟ چگونه از قصه سلیمان علیه السلام با شما و آن چیزهایی که او را می برداشتند؟ قصه او با جینها و شیطانها چگونه است؟ چگونه آنها را تحت فرمان او قرار دادند؟
چه چیز رخ داد بین او و بین شیاطین و جنها؟ سلیمان علیه السلام را چگونه خدمت می‌کردند؟ جنها پیش از مرگ و بعد مرگ او چیکار کردند؟ حکایه وفات سلیمان چگونه است؟ مرگ او چگونه بود؟ علیه السلام. چگونه وفات کرد سلیمان؟ این همه را در برنامه آینده با خواست خداوند ذوالجلال خواهیم شنید. در برنامه آینده با ما باشید. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور قصص